30 سال پیش بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و تأسیس قزاقستان صاحب استقلال، قزاق‌های مغولستان به سوی وطن بابایی خود حرکت کردند. آن زمان ده ها هزار عائله به قزاقستان رفتند. عائله محیط قیزی یکی از آنها است. نام من اسمگل محیط قیزی و من خبرنگار رادیوی آزادی هستم. دوام 30 سال است که در پایتخت قزاقستان شهر نورسولتان زندگی میکنم. راستا 30 سال پیش هم من در پایتخت زندگی میکردم، ولی نه پایتخت قزاقستان، در مغولستان، در شهر اولانباتور. عائله من از میان آنهایی بود که به قزاقستان برگشت. پدری من محیط جقسلیقلی یک گروهی برگشته ها را رهبری کرده است. این عکس‌ها در بگانور گرفته شدند. اینها قزاق تبارهایی میباشند که همراه ما برگشتن خواستند. ما یک عکس گروهی برداشتیم. بعضیا دیگر در قید حیات نیستند. دیگرها در منطقه‌های دیگر قزاقستان پراکنده شدند. وقتی ما برمیگشتیم ارتش شوروی هم از اروپای شرقی آمد. آن زمان بلیت قطار نبود. ما یک بلا کرده پول 2 واگن را داده تا نوشکی بوریاتیا رسیدیم. آنجا فقط 180 جای بود ولی ما 600 نفر بودیم. کودکان نوزاد بودند. یک زن 90 ساله روی جایگاه هم داشتیم. یک واگنga 600 адам келдік. Оның ішінде жаңа туған бала да насипке қасап көтеріп алған кемпіріміз де бар 90 асқан. زمان پاشخوری اتحاد شوروی، قزاق‌ها تخمیناً 40% جمعیت قزاقستان را تشکیل می‌دادند. این چیز سبب نگرانی مقامات جمهوری تازه استقلال شد و آنها از قزاق تبارهای کشورهای دیگر دعوت کردند که به خانه خود برگردند. بسیاری از آنهایی که برگشتند متخصصان و ساکنان شهرها بودند. وقتی ما به دیه رسیدیم اونها ما را در یک خانه کهنه بیکس جای کردند. این خانه بسیار فرسوده بود. دیوارها ریخته و شکاف شده بودند. می ترسیدیم که شب را در چنین خانه روز کنیم. وقتی خواب می شنیدیم که خانه پوری موش است. بعضا حشرات از بام به زمین می ریخت. ما پیش از این هیچگاه چنین شرایط را ندیده بودیم. پدر مهندس آنها در وطن بابایی مجبور شد که دهقانی کند. مادرشان طبیقت عبدالرسیل نانپزی را یاد گرفت. بچه ها نیز عذابهای خود را داشتند. Men misol o'z basimda 11-sinf bitirganga дейін bo'ldi. تو صنف 11 مکتب من یادم است که نمیخواستم کسی بداند که ما از مغولستان آمده ایم. از پدرم خواستم که در نسبم پسوندی اوه علاوه کند تا که من با کودکان دیگر مانند شوم. بعضی دوگانه هایم وقتی میشنیدند که من از مغولستان آمدم با من گپ نمیزدند. آنها مرا مغول میگفتند. تخمیناً 1,840,000 کس از ازبکستان، چین و مغولستان و جایهای دیگر به قزاقستان برگشتند. سازمان ملل متحد سال 2006 در گزارش گفت که برنامه رپاتریاسیا با هدف حفظ هویت ملی ایجاد شده است. سازمان ملل میگوید در اجرای این برنامه مشکلات به مانند تبعیض و یا نابرابری اجتماعی و اقتصادی مشاهده شده است. پدر اسمگل کسب و کار زیادی را عوض کرد و مادرش به حیث همشیره کار کرد، اما آنها از دشواری ها نمینالند. ما در صدر یک کاروان قزاقی به وطن خود برگشتیم و هیچگاه پشیمان نمیشویم.